Gestern Nacht ist der Iran vollständig دیشب ایران کاملا از کنترل خارج شد و همزمان به 9 کشور حمله کرد. این انتقام وعده داده شده به خاطر حمله اسرائیل به منابع گاز ایران بود. میزان ویرانی در اسرائیل و کشورهای خلیج فارس اکنون نهایت عظیم‌اند. بزرگترین کارخانه نفتی جهان در آتش سوخت و حتی پل ارتباطی بین دو کشور یعنی عربستان سعودی و بحرین به کلی نابود گردید. اما نه تنها در کشورهای خلیج انفجارهای شدیدی رخ داد، بلکه در اروپا نیز. نخستین کشور اتحادیه اروپا اکنون به دلیل پیامدهای جنگ ایران وضعیت اضطرار ملی را اعلام کرد. بیایید تا این تحولات مهم را به بررسی بگیریم. Irankrieg ist den nationalen Notstand ausgerufen. Schauen wir uns diese heftige Entwicklung an. Los geht's. اگر در روزهای گذشته فکر می‌کردید که وضعیت در خاورمیانه دیگر نمی‌تواند بدتر شود، در اشتباه کامل بودید. زیرا پس از آن که اسرائیل دیروز بزرگترین منبع گاز جهان در ایران را هدف قرار داد و علاوه بر آن رئیس امنیت ایران لاریجانی را نیز از میان برداشت، اکنون ایران کاملا از کنترل خارج شده است. تلویزیون ترکیه دیروز تصاویر بسیار وحشتناکی را به نشر رسانیده و چنین نوشت: انتقام برای لاریجانی، تمام تل‌آویو را به آتش کشید. در اسرائیل دست کم 230 نفر کشته یا زخمی شدند. ایران باران عظیمی موشک‌هایش را بالای اسرائیل و منطقه شلیک کرد. اینها ویدیوهایی هستند که اسرائیل تلاش می‌کند پنهان کند، اما اینها در واقع ضربات کوچک بودند، زیرا ضربات اساسی و بزرگتر به تمام زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه وارد شد. ایران اعلام کرده بود که تمام میدان‌های نفت و گاز کشورهای خلیج را نابود خواهد کرد اگر اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران حمله کند و همانطور که به نظر می‌رسد ایران به وعده خود عمل کرد و دیشب دروازه جهنم را باز کرد. Im Iran angreift und so wie es aussieht hat der Iran Wort gehalten und gestern Nacht das Tor zur Hölle geöffnet. خبر فوری: حمله موشکی به پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی و اینکه میزان خسارت در این پالایشگاه چقدر است در حال حاضر نمیتوان گفت. با این حال پیامدها واقعا دراماتیک است، زیرا پالایشگاه آرامکو یکی از بزرگترین پالایشگاه در جهان می باشد. اما این هنوز پایان ماجرا نیست و حملات موشکی ادامه پیدا کرد. Nicht alles und es ging munter weiter mit den Raketenangriffen. Eilmeldung. خبر فوری: پس از حمله ایران در پالایشگاه رأس اللفان در قطر، آتش سوزی بزرگی رخ داده است. همانطور که وزارت کشور قطر اعلام کرد، رأس اللفان بزرگترین تأسیسات LNG در جهان می باشد. بنابراین ما اصابت به یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان و علاوه بر آن اصابت به بزرگترین تأسیسات LNG جهان را شاهد می باشیم. آنچه اینجا رخ می دهد واقعاً ابعاد عظیمی به خود می گیرد. اما اگر فکر می کنید که این پایان کار است، اشتباه می کنید. زیرا این حملات دقیقه به دقیقه شدیدتر ادامه پیدا کرد. مرکز آدناک در منطقه الزفرا در امارات متحده عربی به شدت تخریب شد. تأسیسات حبشان، یک گره مهم برای چندین واحد فراوری گاز، هدف قرار گرفت و خط لوله استراتژیک حبشان فجیره اکنون کاملا از کار افتاده است. اما نه تنها زیرساخت‌های انرژی هدف قرار گرفتند، بلکه مسیرهای مهم لوجستیکی هدف قرار گرفتند. خبر فوری: ایران همین حالا پل طویل بین عربستان سعودی و بحرین را منفجر کرد و حمله به پایتخت عربستان سعودی واقعاً شدید بود. ریاض، جایی که جلسه اضطراری کشورهای خلیج در آن برگزار شده بود. این بخش کوتاه از CNN را ببینید و بعد برایتان ترجمه می‌کنم. Von CNN an und danach übersetze ich für euch. We are now just getting word of loud explosions in Riyadh. That's where we find our Nick Robertson. Nick, bring us up to date with the very latest though. What are you seeing? Yeah, I mean, Lisa, I think it's also important to kind of mention here as well, this is the first time that across the Gulf and from the region, foreign ministers have met in person. Leaders, foreign ministers, have been having conference calls, but this is the first time they've been brought together in Riyadh. And this evening has been exceptional, not just because of their meeting. They are in this same building where we are. A few minutes ago, we were hearing alarms going off, warning of some incoming missiles potentially, then explosions. And as I stepped out of the door here, I could see a large piece of something crashing towards the ground. Not clear if it was a missile or an intercept. And I have to stress again, this is unusual in Riyadh. We haven't seen... و این واقعاً شدید بود. برای نخستین بار پایتخت عربستان سعودی ریاض مستقیما هدف قرار گرفت و آن هم دقیقاً در زمانی که رهبران تمام کشورهای خلیج آنجا جمع شده بودند. این قطعاً تصادفی نبود، بلکه ایران می‌خواست یک پیام بسیار واضح ارسال کند.
بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که ایران کاملا از کنترل خارج شده و به صورت بی هدف شلیک می کند. یا آنها در وضعیت کاملا بحرانی هستند و این اقدامات از سر ناامیدی خالص است، یا اینکه می‌خواهند جنگ را به صورت استراتژیک پایان دهند و اکنون شدیدترین هشدارها را ارسال می‌کنند، با این پیام که اگر ما همچنان از سوی اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار بگیریم، همه چیز را به خاک و خاکستر تبدیل خواهیم کرد. نمیدانم دونالد ترامپ چگونه به این حملات واکنش نشان خواهد داد، اما اکنون شاهد اولین پیامدهای بحران انرژی در کشورهای دیگر هستیم. چند ساعت پیش یک بیننده برای من ایمیلی فرستاد که وضعیت در تایلند چقدر دراماتیک شده است و با حفظ نشناس بودنش به من اجازه داد ایمیل رو بخوانم. من 20 سال است در تایلند زندگی می کنم و در منطقه ما دیگر بنزین، سوپر بنزین و گازوئیل وجود ندارد. امروز به 10 پمپ بنزین رفتم ولی یا کاملا بسته بودند یا باز بودند، اما روی پمپ ها نوشته شده بود که دیگر سوختی موجود نیست. امروز برای مدت طولانی آب و غذا خریدم، زیرا اگر کامیون ها دیگر نتوانند حرکت کنند، مواد غذایی نیز کم می شود. من همین امروز متوجه شدم که برخی کالاها از قفسه ها ناپدید شدند. سعی شده بود این را با قرار دادن گسترده‌تر کالاهای دیگر جبران کنند، اما مشخص است که پشت آن دیگر چیزی وجود ندارد. و نیم ساعت بعد یک ایمیل دوم هم رسید. یک دوست امروز به من گفت، فقط همانطور که شنیدم نقل می کنم، که برخی رانندگان کامیون‌های کوچک اینجا دیگر نمی‌توانند ادامه دهند، زیرا بنزین ندارند. و یک نکته برای فکر کردن. در بانکوک بسیاری از خیابان‌ها با ژنراتورهای دیزلی اداره می‌شوند که فاضلاب را از خیابان‌ها به کانال‌ها پمپ می‌کنند. تصور کن اگر اینها از کار بیفتند. بنابراین شما به وضوح می‌توانید ببینید که نخستین پیامدهای فاجعه بار بحران انرژی در جهان همین حالا در حال رخ دادن است. و این فقط درباره گرانتر شدن بنزین نیست. اگر کامیون‌ها دیگر حرکت نکنند، دیگر نه مواد غذایی وجود خواهد داشت و نه آب نوشیدنی. و اگر حتی فاضلاب هم دیگر از خیابان‌ها پمپ نشود، یک فاجعه بهداشتی نیز رخ خواهد داد. و اگر فکر می‌کنید که آنها خیلی دورند و برای ما چنین چیزی رخ نمی‌دهد، پس بشنوید و چشمانتان را باز کنید. زیرا دیشب نخستین کشور اتحادیه اروپا به دلیل بحران جنگ ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد. وضعیت اضطراری نفتی. نخستین کشور اتحادیه اروپا فروش سوخت را محدود کرد. ترس از خالی شدن باک‌ها در حال گسترش است. به دلیل بحران منابع که توسط جنگ ایران تشدید شده، دولت سلواکی اکنون ترمز اضطراری را کشیده و فروش سوخت را به شدت محدود کرده است. این مقررات جدید در ابتدا برای 30 روز اعمال می شود، اما در صورت لزوم می تواند تمدید شود، همانطور که نخست وزیر رابرت فیتسو پس از یک جلسه اضطراری کابینه اعلام کرد. زمان پر کردن نامحدود تانک ها تمام شد. از این پس رانندگان تنها می توانند برای هر خودرو حد اکثر به ارزش 400 یورو بنزین یا گازوئیل خریداری کنند. همچنین احتکار سوخت به شدت ممنوع شده است. حمل بیش از 10 لیتر در گالن‌ها یا سایر ظروف نیز ممنوع گردید. بنابراین می‌بینید که اکنون در اتحادیه اروپا هم اوضاع بحرانی شده و من کاملا انتظار دارم که اکنون یک کشور پس از کشور دیگر ترمز اضطراری را بکشد. و اگر حالا فکر می‌کنید ما بیشتر نفت خود را از نروژ می‌گیریم و آن امن است، اشتباه می‌کنید. زیرا اگر چین و هند منبع نفت خاورمیانه را از دست بدهند، آنها نفت را در سراسر جهان خریداری خواهند کرد و در صورت لزوم حتی به نروژ 2 یا 3 برابر قیمت پیشنهاد خواهند داد. و همین موضوع برای آمریکایی‌ها نیز صدق می‌کند. آنها نیز نفت خود را به بالاترین پیشنهاد دهنده خواهند فروخت. اما برگردیم به حملات موشکی ایران، زیرا اینجا می توانید یک گراف از تعداد حملات موشکی و پهپادی ایران را ببینید و به وضوح مشاهده می کنید که حملات دوباره در حال افزایش هستند، زیرا پس از نخستین حملات تلافی جویانه برای مدتی آرام شد. در این مدت ایران بسیار آزمایش و تحلیل کرد و سپس در 13 مارچ ظاهراً فهمید که چگونه می تواند دشمنانش را به شدت‌ترین شکل ممکن هدف قرار دهد و از آن زمان تعداد حملات دوباره به طور شدید افزایش یافته است. و بنابراین سوال مهم این است که چگونه ممکن است دونالد ترامپ با افتخار بایستد و بگوید که توانایی موشکی ایران را نابود کردند، ولی با آن هم حملات موشکی ایران دوباره در حال افزایش است؟ همچنان چگونه ممکن است که ایران دیروز صبح با صدای بلند اعلام کرد که به تأسیسات انرژی کشورهای خلیج حمله خواهد کرد، ولی با آن هم این حملات با وجود اعلام قبلی رهگیری نشوند؟ آیا آمریکا دیگر به آخر خط رسیدند؟ آمریکایی‌ها چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ سوال پشت سوال.
اما چیزی که میتوانیم بگوییم این است که قطر اکنون ترمز اضطراری را کشید. وزارت خارجه قطر همه ایرانی‌هایی را که در دفاتر و نهادهای نظامی در دوحه کار می‌کنند، افراد نامطلوب اعلام کرده و از آنها خواسته است که قطر را ترک کنند و ظرف 24 ساعت دوباره به ایران بازگردند. به عبارت دیگر، قطر تمام سفرا و دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. معمولاً چنین اتفاقی زمانی رخ می‌دهد که اندکی بعد آن کشور داخل جنگ گردد. آیا قطر قصد دارد فعالانه وارد جنگ شود و به ایران پاسخ دهد؟ موضوع دیگر که نیز بسیار جالب است، گزارشی از یک بیمارستان آمریکایی در آلمان است. یک پرستار آمریکایی مستقر در آلمان به APP گزارش داده که تعداد قربانیان، زخمی‌ها و کشته‌هایی که از خاورمیانه به آلمان منتقل می‌شوند، بسیار بیشتر از اعداد اعلام شده است. اگرچه نمی‌توان تعداد کشته‌ها را تایید کرد، اما گزارش شده که صدها زخمی و کشته وجود دارند و ممکن است از صدها نفر دیگر گزارش صورت نگیرد، زیرا آمریکا این اعداد را پنهان نگه می‌دارد. یعنی چه؟ طبق گفته وزارت دفاع آمریکا، فقط 19 سرباز زخمی آمریکایی به آلمان منتقل شده بودند. پس چرا این پرستار ناگهان از صدها زخمی در کشور ما صحبت می‌کند؟ آیا در اینجا دروغ‌های بزرگ دولت آمریکا آشکار می‌شود؟ پس بنابراین ما شاهد حملات به بزرگترین زیرساخت‌های انرژی جهان هستیم. ما شاهد نخستین وضعیت اضطراری در اروپا هستیم و همزمان اعداد رسمی با آنچه واقعاً رخ می‌دهد همخوانی ندارند و به همین دلیل سؤال مهم من از شما این است که آیا این حملات تلافی جویانه ایران قابل توجیه هستند یا یک اشتباه فاجعه بار؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر ویدئو برای من بنویسید و صفحه مستند را لایک و فالو کنید. من قطعاً شما را در جریان آخرین تحولات نگه خواهم داشت.